رستم پس از گذر از چشمه آب به خواب می رود تا خستگی راه از تنش بیرون رود. او به رخش سفارش کرده بود که اگر دشمنی دید حتما او را بیدار کند. اما رستم نمیدانست که پا به دشت و بیشه‌ای گذاشته که قلمرو یک اژدهای سهمگین است. اژدها که در طول مسیرش 100 سال بود، هیچ کس را یارای مقابله با خود ندیده بود، به رستم و رخش نزدیک می شود. رخش که اژدها را می بیند، سعی می کند با شیهه زدن و کوبیدن سم بر زمین، رستم را بیدار کند. رستم بیدار می شود اما اژدها به سرعت خود را پنهان می کند. رستم چیزی نمی بیند و با خشم رخش را سرزنش می کند و می گوید: آیا تو مرا دروغ می گویی و آسایشم را برهم می زنی؟ اگر بار دیگر چنین کنی، تو را خواهم کشت. و دوباره می خوابد. اژدها دوباره ظاهر می شود. رخش این بار نیز با ترس و احتیاط بیشتر رستم را بیدار می کند. اژدها باز هم پنهان می شود. خشم رستم فوران می کند و می گوید: اگر این بار بیهوده بیدارم کنی، تو را می کشم و پیاده راه مازندران را طی خواهم کرد. اژدها بار سوم ظاهر می شود. رخش که از تهدید رستم می ترسد، این بار جریت بیدار کردن او را ندارد. در این لحظه به خواست پروردگار، اژدها نمی تواند خود را پنهان کند. رستم که بیدار می شود، این بار اژدهای هولناک را می بیند. رستم تیغه تیز خود را می کشد و با اژدها درگیر می شود. اژدها دهان باز می کند تا رستم را ببلعد، اما رخش به کمک رستم می آید. رخش ابتدا با دندانهای خود پوست اژدها را می درد و آن را زخمی می کند. سپس رستم با گرز خود چنان بر سر اژدها می کوبد که اژدها از پای در می آید و رستم سرش را از تن جدا می کند.